موضوع صحبت ما در مورد خریداری جهاز مکتبی برای خوانندگان است. تا امروز لباس‌های یگانه مکتبی را ما تا 90% استحصال کردیم. تختش شده ناز معقول. صفتش زود معقول من نرخشم با درجهش نه. من همین هفته باز آنها را ما پورا با لباس‌های یگانه تفسیری تامین می‌کنیم. در خود مؤسسه‌های تعلیمی در روی حولی مؤسسه‌های تعلیمی سلسله یارمک‌های فروش اشیاء خام و لباس مکتبی تشکیل نمودیم. معلم نباید با مبلغ سر و کار گیرد. شده از حالتایی که شما مثلا از کار استحصال کننده قناعتمند نشدید گفتید که نه اینو از دیگر کنید. زیاده از 14-15 جماعت به برده آن را فروختیم. پدر و مادران باید برای تامین لباس مؤسسوی و خوانندگان وظیفه‌دار هستند و در برنمودن آن را نیز زیر نظارت قطعی گیرند.